چند فروند از قدرتمندترین و ترسناکترین موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای جهان، موشک‌های بالستیک قاره‌پیما یا ICBM ها برای حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی شدند. این موشک‌های مرگبار دارای حداقل برد 5500 کیلومتر هستند. ICBM های مدرن معمولاً بیش از یک کلاهک هسته‌ای حمل می‌کنند. ICBM ها می‌توانند مبتنی بر سلف، متحرک جاده‌ای، مبتنی بر راه آهن و مبتنی بر زیردریایی باشند. معمولاً شناسایی و نابود کردن ICBM های متحرک پیش از پرتاب اونها دشوارتر است. پس بهترین موشک بالستیک قاره‌پیمای جهان کدام است؟ بزرگترین موشک‌های بالستیک مدرن کدامند و چرا؟ به گزارش روزیات و عوامل تعیین کننده در این فهرست 10 تایی از بهترین و ترسناکترین موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، برد و محموله موشک، تعداد و عملکرد، دقت، نوع پایه و تکنولوژی‌های مختلفی است که امکان غلبه بر سیستم‌های پدافند هوایی دشمن را فراهم می‌کند بودند. ترایدنت T5 یا ترایدنت 2 با نام کامل T5 ساخت کمپانی لاکهید مارتین یک موشک بالستیک پرتاب شونده از زیردریایی است. موشک‌های آمریکایی ترایدنت 2 توسط 14 زیردریایی کلاس اوهایو حمل می‌شوند، در حالی که موشک‌های بریتانیایی در 4 زیردریایی کلاس ونگارد قرار دارند. موشک ترایدنت 2 در حالت بارگیری کامل 7800 کیلومتر و با کاهش بار 12000 کیلومتر برد دارد. موشک آمریکایی ترایدنت می تواند تا 14 کلاهک را با توان 475 کیلوتن حمل کند. ترایدنت 2 موشک بسیار دقیقی است و دقت برخورد اون حدود 90 متر است. این موشک توسط سیستم ناوبری اینرسی به سمت هدف هدایت می شود، اما می تواند به روز ثانیه‌های GPS را نیز دریافت کند. موشک بالستیک قاره‌پیمای R36 شوروی برای اولین بار در سال 1971 آزمایش شد. این موشک سرانجام به خانواده موشک‌های R36M منجر شد که در غرب با نام SS-18 یا شیطان شناخته می‌شوند. شیطان به دلیل سرعت بالا و وزن پرتاب بسیار زیاد موشک بسیار توانمندی است. روسیه در توسعه موتورهای موشکی از غرب جلوتر بوده و هنوز هم هست. بنابراین رهگیری کلاهک‌های هسته‌ای اون برای سیستم‌های دفاع هوایی دشوار خواهد بود. تعداد موشک‌های شیطان روسیه به دلیل سن بالایشان به طور مداوم در حال کاهش هستند. موشک‌هایی که از عمر عملیاتی طراحی شده خود عبور کردند، در حال خارج شدن از سرویس هستند. در حال حاضر بیش از 58 موشک R36 توسط نیروهای موشکی استراتژیک روسیه مستقر شده است. نسخه RS-28 یک موشک 3 مرحله‌ای با سوخت جامد و برد 18000 کیلومتر با وزن 208 متریک تن در هنگام پرتاب است که با نام سارمات شناخته می شود. موشک مینتمن 3 پرتعدادترین موشک آمریکایی از نوع ICBM است که در سال 1970 وارد خدمت شد. این موشک‌ها علیرغم قدمت زیادی که دارند همچنان در سرویس باقی ماندند. برنامه‌های روزآمدسازی مختلفی برای حفظ اثر بخشی رزمی اونها در حال اجرا است. انتظار می‌رود مینتمن 3 تا سال 2030 در خدمت باقی بماند. 450 فروند از این موشک‌ها در خدمت آمریکا هستند و 50 تا 75 فروند دیگر در بخش ذخیره قرار دارند. این بیشترین تعداد موشک‌های بالستیک در جهان است. این موشک‌ها توسط فرماندهی حمله جهانی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا مدیریت می‌شوند. موشک مینتمن 3 حداکثر 13000 کیلومتر برد دارد. بنابراین مینتمن 3 چابک بوده و طولانی‌ترین برد را دارد، اما ممکن است بهترین موشک بین قاره‌ای در جهان نباشد. با این حال آمریکا صدها فروند از این موشک‌ها را تولید می‌کند و به همین خاطر تعداد زیادش باعث شده کارایی و کیفیت عملکرد آن نیز افزایش یابد. برای شنیدن مطالب جدید و شگفت‌انگیز کانال لیسن رو سابسکرایب کنید.